سلام 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 به همه شما عزیزانم. خوش اومدید دوباره به قسمت دوم با حضور بهار در وینگو بینگو. اگر در مورد بازی بینگو نمیدونید، در مورد بینگوی در واقع بازی وینگو نمیدونید، من جزئیاتش رو امروز کامل براتون توضیح میدم. و اینکه مرسی که به من اعتماد کردید، مرسی که به وینگو اعتماد کردید و اینجا حضور دارید. بدونید که کار ما کاملا قانونیه، توی سایتمون برید. این فقط یه بازیه که خیلی قانونی به شما پول میده. شما در واقع کارت مربوط به بازیتون رو میخرید. اجازه دارید که تا 14 شانس 14 کارت بخرید و هر کدوم از اونها یه شانس برای شما داره که در واقع ما تعداد 7 تا شماره رو قرار اعلام کنیم و اگر شما 14 تا کارت خریده باشید، یعنی هرچی کارت بیشتر خریده باشید، قطعا جزو برنده ها هستید. و این رو هم بدونید که کسایی که دفعه قبل جزو برنده ها بودن و شما اگر این بار شما قطعا جزو برنده ها خواهید شد، چرا که بینگوی ما اصلا باخت توش نداره. حالا براتون توضیح میدم چرا. ببینید، نفر اولا که بازی امروز $2000 جایزه داره و میدونیم که شرایط اقتصادی ایران الان واقعا تحت فشار برای مردم و $1 گذاشتن و گرفتن کارت این بازی واقعا چیز خاصی نیست، چون واقعا میارزه. جایزش $2000 و نفر اولی که در واقع بیشترین کارت رو میبره که میشه 6 کارت به علاوه یه دونه کارت جایزه یا کارت شانس شما، اون فرد حدود $770 از کل این مجموعه پول رو میبره. همینطوری میاد پایین. نفر بعدی میشه مثلا از نفر اول میشه حدودا 550 440 تا. بعد نفر بعدی میشه حدوداً 280 تا $300. نفر بعدی میشه $250. نفر بعدی میشه $180، حدود $200. ولی در کل همتون میتونید برنده باشید. اون آخرین نفر 4 تا حتی امتیاز آورده باشه، 4 تا از اعداد رو داشته باشه توی اعدادش، میتونه انقدر رو ببره. اگر هم جزو نفرات اول باشید و کل کارتا رو 6 تا رو داشته باشید به علاوه یه دونه شانس، که نونتون تو روغنه واقعا. و اگر حتی ما بین اینها هم باشید، کارت شانس جایزه بگیرید یا اینکه کارت های دیگه‌مون رو اعدادش رو داشته باشید، خب به نسبت برنده خواهید بود. هم در مورد یه سری چیزا در مورد خودم میگم، در مورد عشق ابدی صحبت میکنم. حالا ازش گذشته خیلی، ولی میدونم که همتون عشق ابدی یک رو خیلی خیلی بیشتر دوست داشتید. نظرتون چیه در مورد قسمت‌های 2 عشق ابدی، قسمت 3 عشق ابدی، قطعا قسمت سوم با حضور خانم سحر قریشی خیلی جذاب‌تر شده، ولی خب شرکت کننده ها به ما بچه‌های فصل اول که نمیرسن. خب بذاریم بازی رو هم شروع کنیم همزمان، همچنان که داریم میریم جلو، ولی کم کم. میدونم عجله دارید، میخواید من فقط شماره ها رو بخونم ببینید که جزء شماره ها هست برنده شدید یا نه. این رو هم ازتون بپرسم، میدونید که از طرف من کارت تخفیف دارید؟ وقتی میرید بخرید اونجا کد بهار رو وارد کنید، شما $1 هم تخفیف، یه شانس از طرف من میگیرید مجانی. اگه این کارو نکردید دفعه بعدی این کارو بکنید، چون حالاها این کد همراه هست تا وقتی من حضور دارم. حالا هم در خدمتتون هستم. خب یه سری چیزا در مورد عشق ابدی، این که واقعا اتفاقاتی افتاد، سناریو نبود و هر کسی هر چیزی که نشون داد شخصیت خودش بود و اخیرا هم همون رفتارها رو تکرار کردن توی شخصیتاشون و سناریویی نداشتیم ما. یعنی همه
طبق اون چیزی که فقط میخواستن بازی رو ببرن رفتار میکردن. منم که اونجا فقط برای تفریح رفته بودم، راستش واقعا توی دوره بازی زندگی بودم که همسرم نبود و ازشم اجازه گرفتم، گفتم دارم توی بازی شرکت میکنم، اونجا هم با هیچ کسی کاری نداشتم و فقط رفتم تو بازی شرکت کنم، چون گفتن بهترین دختر پسرای ایران قراره بیان، که خیلی هم اونطوری نبود. ولی خب یکی دو نفر بودن که من باشون خیلی دوست شدم و همچنان دوستیم رو ادامه هم دارم میدم و خوشحالم از این بابت. بریم سراغ عدد اول. موافقید؟ لابلاش بازم با هم دیگه صحبت میکنیم. میدونم کلی هیجان دارید، منم براتون هیجان دارم. خودم میخواستم حتی شرکت کنم این دفعه، اما چون مجری هستم نمیشه. دفعات بعدی حتما از عزیزانم میگم شرکت کنن از طرف من. خب بریم که میخوام کارت اول رو درا کنم. بچه ها یه چیز توضیح بدم در مورد بینگو. بینگو که میدونید چیه. در اصل یه سری کارت هایی هستن که شماره ها روش نوشته شدن و توی گویی داره میچرخه، همینطوری این قرعه ها دارن میچرخن با عدد مختلف تا اینکه یک عدد میاد بالا. حالا این به صورت آنلاینشه و شما اگر اون عدد رو داشته باشید پرس میکنید اون عدد رو روی کارتتون، میشه بینگو و بعد میگید بینگو و یه دونه شانس ها رو بردید. نزدیکتر میشید به بردن بیشتر تا اینکه جزو اولین نفرات بشید و اولین نفر بشید. خب میریم که درا کنیم اولین عدد رو. میدونم که اینجا میبینید که اینجا در واقع این گوشه قرعه ها دارن میچرخن و بریم که اولین رو درا کنیم. آماده اید؟ بریم براش. عدد اول 39. کیا 39 دارن بچه ها؟ کیا 39 دارن و الان خیلی خوشحالن؟ بازم بهتون میگم اگر 39 هم ندارید هنوز، شما میتونید ببرید، برنده اید. نذارید انرژیتون بیفته، صبر کنید، هنوز کلی شانس داریم. عدد اول 39. اونایی که 39 دارن یه جیغ. اوکی. عدد بعدی. آروم آروم میریم جلو. دومی رو زودتر براتون باز میکنم که یه مقداری جون بگیرید اونایی که 39 نداشتن. 25. کیا 25 دارن؟ بینگو. خب 39 و 25. میدونید که از 4 تا عدد اول که اعلام کردم به بعد مشخص میشه که شما چقدر پول میبرید. یعنی 4 تا عدد رو که داشته باشید کمترین مبلغ رو میبرید و همینطور بیشتر و بیشتر که داشته باشید به علاوه لاکی نامبر رو که داشته باشید دیگه کامل شما به قولی بازی رو بردید، نفر اول میشید. بریم که عدد بعدی رو درا کنیم. عدد 42. عدد 42. کیا 42 رو دارن؟ عددمون تا حالا شده 39، 25 و 42. حالا این لابلا اینم بهتون بگم که خیلی اون مدت به من گیر داده بودن که وای تو نامزد داری برای چی شرکت کردی. عزیز من همسرم آمریکایی هستن و ایشون کاملا اوکی بودن با اینکه من توی برنامه فاند شرکت کنم و من اونقدی متعهد هستم که وقتی وارد اون برنامه شدم نه بوسی کردم کسی رو، نه کار خاصی کردیم، یه لفاظی بازی و اینجور چیزا بوده ولی هیچ اتفاق دیگه نیفتاد و انقدر دخالت کردن تو زندگی شخصی من که واقعا ناراحت کننده بود و به نظر من یه سری چیزا هنوز توی جامعه ما جا نیفتاده که ایرادی هم نداره. اینکه نه، ولی من توقع ندارم که سبک زندگی بقیه هم این باشه. من به هر سبک زندگی احترام میذارم ولی نباید به من تحمیل بشه که بگن خب فقط این وجود داره یا این فقط درسته. و من سعی کردم که
در تمامی مراحل با مردمم کاملا حقیقی باشم، همه چی رو بهشون بگم، در صورتی که خیلی ها این کار رو نکردن ولی خیلی کارها هم کرده بودن و ما میدونستیم. درست هم نیست که من در مورد بقیه بخوام صحبت کنم، اینجا هستم که در مورد تجربیات خودم بگم در این 1 سال گذشته حداقل. خب اعدادمون بود 39 25 42. بریم برای عدد 4 که مشخص میکنه که نفر آخر چقدر میبره، نفر آخری که لاکی نامبر هم بریم که داشته دیدید عدد 3 رو؟ چون برای من نمیاد، دیر میاد، ولی برای شما احتمالا این. خب 39 25 42 و 3. اگر این اعداد رو دارید شما حداقل تا الان $200 بردید بدون هیچی. بچه دوستاتون رو هم دعوت کنید به وینگو بینگو. وینگو بینگو یه بازی کاملا قانونیه توی این کشور و تمامی کشورهای اطراف، یه بازی کاملا قانونیه، هیچ مشکلی نداره. برید توی سایت هم نگاه کنید اگر شک دارید یا مطمئن نیستید. خیلی راحت هم شما میتونید پولتون رو برداشت بکنید. خب اعدادمون شدن 39 25 42 و 3. 4 تا عدد. کیا اینا رو داشتن؟ تا الان $200 بردید. بریم برای عدد بعدی، عدد 5. اوه 40. کیا 39 دارن، 25 دارن، 42 دارن، 3 دارن و 40 دارن؟ هورا عالیه. شما الان دقیقاً $220 $280 اینا، $220 فکر کنم اینا بردید. حالا ردبندی های در واقع بردنتون رو میتونید توی سایت بررسی کنید که هر کدوم از وینرها چقدر بردن. اینجا روی صفحه هم میاد، البته من نمیتونم کامل ببینم ولی من براتون از روی سیستم اعداد رو میخونم و خواستم این رو هم بهتون بگم که ما هیچ جوره اعداد رو انتخاب نمی کنیم، قرعه کشی وجود نداره که ما بزنیم روش، سیستم خودش انتخاب میکنه و من فقط اعداد رو میخونم و میبینم و قرعه اینجا نه اینجا شید. به قولی نامزدی من و اینکه حالا دوست پسر داشتم و بعدتر ازدواج کردیم با هم دیگه و اینها صحبت کردیم و اینکه کاملا ما با هم اوکی بودیم و اصلا من رفته بودم تو برنامه ببینم چه خبره. یه هفته‌ای هم در اومدم از توش چون فهمیدم جای من نیست، اصلا آدم‌هایی مربوط به من هم حضور ندارن. ولی خودم حالا میخوام بیشتر در مورد خودم براتون توضیح بدم، چون 1 سال گذشته و من دیگه فقط بهار عشق ابدی نیستم. باید خود من رو بشناسید. من یه فیلمساز هستم در حقیقت. من بهار سفری از 15-16 سالگی فیلم سازی میکنم. به زودی براتون یه فیلم دارم توی جشنواره‌های بزرگ دنیا و قراره که کارهای دوبلاژ انجام بدم به زودی. و توی ایرانم که توی رادیو بودم، ولی اینجا هم همون در واقع استعدادهای خودم رو دارم در پیش میگیرم. کتابی نوشته بودم در نوجوانی که دارم بازنویسیش میکنم به زبان انگلیسی که بتونم در اروپا چاپش بکنم، که اون رو هم در سن زیر 20 سالگی نوشتم و المپیادهای علمی مثل خوارزمی تو ایران جایزه گرفته. و هیچ کدوم از چیزهایی که من توی برنامه گفتم در مورد خودم بی سند و مدرک نیست. تمامی چیزهایی که گفتم رو من در چنته و در رزومه‌ام دارم. حالا اونایی که میخوان رد کنن، نخوام ببینن، اذیت کنن، بالاخره من که پیشرفت خودم رو خواهم کرد. اون عزیزانی هم که همراه من هستم میبوسمتون که همیشه از من حمایت کردید. خب بچه‌ها بگذریم از بهار. اعدادمون بودن 39 25 42 3 و 40.
5 تا عدد داریم. لاکی نامبر رو حالا بخونیم. ببین در نهایت لاکی نامبر رو هم که بخونیم شما یه امتیاز به امتیازاتون اضافه میشه، یعنی ردبندی ها اون موقع واقعا مشخص میشه. این عدد آخره. من این عدد رو الان باز کنم یا بذارم یه کم دیگه باز کنم؟ شما به من بگید. بازش کنم؟ الان عدد 6 هستش. بله، الان عدد 6 رو داریم و بعد لاکی نامبر رو داریم که کلا میشه 7 عدد. عدد 6 رو براتون باز میکنم، اما لاکی نامبر رو یکم دیگه با هم دیگه صحبت میکنیم. ببینیم جلو تا ببینیم چه خبره. عدد بعدی 37. چقدر جالب. از 40 رو داشتیم، 42 رو داشتیم، 39 داشتیم، 37 داشتیم، یه 25 داشتیم، یه 3 داشتیم. دوباره عددا رو میخونم: 39 25 42 3 40 و 37. کیا این عددا رو دارن؟ نسبتا بازی رو بردی. اگه همه این عددا رو داری نسبتا بازی رو بردی. بهت تبریک میگم واقعا. بینگو. خیلی باحاله بچه‌ها، واقعا هیجان داره. اتفاقا بازی های جدید دیگه هم وینگو قرار اضافه کنه که اونها هم کاملا قانونی هستن. منتظرش باشید، وارد سایت ما بشید، هی نگاه بکنید، هی چک بکنید ببینید که دبرنا اگر اشتباه نکنم یه بازی جدیدی هستش که میخوایم اضافهش بکنیم. و من خودم بینگو رو که خیلی دوست دارم، ولی خب با اون بازی هم آشنا خواهید شد. همشون بازی های بسیار ساده ای هستن که همه بتونن توی هر سنی بازی بکنن و واقعا اون $1 که میگیرید به تومن خیلی نمیشه، ولی جایزه‌ای که دارید میبرید واقعا بچه ها ارزشش رو داره. اونم این که تضمینیه، واقعیه و قانونیه و تو این شرایط اقتصادی. امیدوارم که کسایی هم جایزه رو ببرن که واقعا بهش احتیاج دارن و واقعا الان وقتشه که اون جایزه رو ببرن. دیگه در مورد خودم بخوام براتون بگم، پروژه جدیدی در پیش دارم. پروژه عکاسی، پروژه های فیلم گفتم. بکوب این روزها ورزش میکنم، یه سره ورزش میکنم و یه سره تو رژیمم و کلاس های کتواکم رو میرم و شاید مدلینگم رو هی گسترده تر کنم، اما بیشتر تمرکز خودم میخوام که روی فیلم سازیم باشه و شاید حتی کارگردانیم و بازیگری. خب بریم لاکی نامبر رو هم با هم دیگه ببینیم. عددا رو یه بار دیگه براتون میخونم: 39 25 42 3 40 37. کیا همه عددا رو دارن؟ 39 25 42 3 40 37. ردبندی ها فکر کنم مشخص شده، جلوی تصویر میاد براتون. یه بار هم میزنم اینجا شو میکنم که قشنگ ببینید همه رو. بذارید یه 15 ثانیه طول میکشه که براتون بیاره ببینیم که برنده ها کیا هستن. دیدی؟ برای من نمیاره ولی شما کاملا روی تصویر میتونید به وضوح ببینید. جزش هستید؟ قطعا اگر دارید میبینید که شماره ها رو دارید یعنی جزء برنده ها هستید. و حالا بریم سراغ لاکی نامبر. لاکی نامبر دیگه داره تأکید میکنه که کی داره $800 میبره. $800 بچه خیلیه ها. $800 از $2000 حدوداً فکر کنم 70%، 60% هستش. میخوام درا کنم لاکی نامبر رو. بچه درا کنم لاکی نامبر رو. همه موافقن؟
بچه خودمون یکم منتظر بذارمتون. بریم برای درا کردن لاکی نامبر. 6. واو، عجب عددی. توی بازی قبلی لاکی نامبرمون 7 بود، این دفعه 6. کیا عددهای اصلی دارن؟ همه عددا رو دارن. 39 25 42 3 40 37 و لاکی نامبر 6 یا 6 در واقع. خب بذارید ببینیم که به چه شکل هستش برنده ها و کسایی که تونستن بازی رو ببرن. رده بندیمون به چه شکله؟ خب دارید روی تصویر میبینیدش؟ آره؟ عالیه عالیه عالیه. به 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 به. من اینجا دارم میبینم که نفر اول 700 خورده دلار، 800 دلار، نفر دوم 449 دلار، 500 دلار، نفر سوم اگه 5 تا کارت داشتی یه دونم لاکی نامبر داشتی 300 دلار میبری. نفر چهارم اگه فقط 5 تا عدد باید داشتی لاکی نامبر نداشتی حدوداً 230 دلار میبری. نفر پنجم اگر 4 تا عدد داشتی لاکی نامبرم داشتی 200 دلار میره جیبت. نفر ششم هم اگر 4 تا عدد درست داشتی ولی لاکی نامبرم نداشتی 163 دلار، حدوداً 150 60 دلار، نزدیکتره به 200 دلار در واقع میبری. باریکلا، همینطور راحت پول توی جیب با $1. بچه ها با $1 واقعا ارزش رو داره. این بازی رو معرفی کنید، وینگو بینگو رو به دوستاتون معرفی کنید و بخواید ازشون که اونها هم شرکت کنن. از هفته‌های آینده تضمینی کاملا واقعی، پولتون رو میگیرید و ما مجوز داریم، کارمون قانونیه. خب پرستو صالحی چی شد و سحر قریشی اومد. پرستو صالحی رو که دیدید اجرا شد، نه دقیقا بازیگر خوبیه نه مجری خوبی بود. خودتونم میدونید خیلیاتون اصلا ربطی به هیت دادن یا بد گفتن از کسی نداره، اینو همه میدونیم و طرف خودش هم باید بدونه. و به خاطر اینکه خیلی از مردم ناراضی بودن از پرستو صالحی، حتی خیلی به من میگفتن که بهار تو چرا مجری فصل بعدی عشق ابدی نمیشی؟ ولی خب بالاخره من این شرکت کننده بودم توی اون برنامه. ولی خواستم بدونید که سحر قریشی عزیز رو انتخاب کردم به خاطر اینکه سحر بازیگر خوبیه، مجری خوبی هم میتونست باشه و حالا جدای از حاشیه‌های خودش، حاشیه شخصی که تو زندگیش داشته، حالا به صورت‌های مختلف تو دوره‌های مختلف و اینا، کاری به اونا نداریم، چه میدونم تتلو و این داستانا، اما مجری خوبیه و الان خیلی هم دارن میبینن و از مجریگریش راضی هن. یعنی من فکر میکنم که فصل 3 عشق ابدی رو بیشتر دارن همه به خاطر سحر میبینن، نه واقعا به خاطر هیچ کس دیگه ای. ولی فصل 1 رو هم مردم به خاطر شرکت کننده ها میدیدن و نه به خاطر مجری رو به زور داشتن تحمل میکردن. و خب چاره هم نبود دیگه. این خانوم هم قرارداد انگاری بلند مدت بسته بود که بمونه حالا، ولی دیگه بعد از 2 فصل گفتن که شما باید عوض بشی. این از این واقعیت هایی که بدون پرده از زبون من فقط به راحتی میتونید بشنوید، چون بقیه سعی میکنن این سری چیزا رو رعایت کنن، ولی من واقعیتی رو میگم که بی پرده
مبرا از همه چیز واقعیت بوده و همه اینو میدونن. و این از این. امیدوارم که لذت ببرید از فصل‌های جدید عشق ابدی، از فصل 2 لذت برده باشید، از فصل 3 لذت ببرید. ولی میدونید که بچه‌ها برنامه بعد از ما کلا مسئولاش مقداری عوض شدن، تیمش عوض شدن و در مورد شرکت کننده های فصل 3 هم نمیخوام اصلا براتون صحبت کنم که یه سریاشون رو میشناسم که اوه 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 اوه. قسمت بعدی وینگو بینگو بیاید تا من گذشته یه سری از بچه های فصل 3 رو بهتون بگم و اینکه با چه داستانهایی شرکت کردن فقط برای اینکه معروف بشن، فالوور بگیرن، یه سری همین چیزا. واقعا جای تاسف داره، چه دختر چه پسر. اون از اون دختره گرفته که از فامیلای پژمانه برش داشته آوردتش و سنش هم نمیگه و حالا سن اصلا مهم نیست، ولی بالاخره سن تو بگو آخه چه مشکلی داره. و یکی دیگه اون پسره دیگه که اسمش هم یه مدت ما با هم کار میکردیم، ایران مدل بودیم، فکر میکنه که وای 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 من کیم، من چیم، چشش سبزه، شما بهتر میدونید. اسمش چیه خدای، نیما؟ نه بهتون میگم قسمت بعدی بهتون میگم، همونی که بوره چشاش سبزه و داستانهای پشت پرده‌ای که داره و کارهایی که میکنه و چه کثافتکاریایی که توی تهران کرده و حالا پشت اومده توی برنامه. در کل من کاری نیستم، به منم مربوط نیست، اون شخصم اصلا هیچ اهمیتی نداره. فقط برای شما که بیننده این میخوام بگم که واقعیت ها رو بدونید و بدونید که با کیا طرفید و کیا خودشونو مظلوم جلوه میدن و خودشونو توی یه شهره دیگه جا میزنن برای اینکه امتیاز بخرن، قلب مردم رو بدزدن. این از این. خب امیدوارم که از این برنامه واقعا لذت برده باشید. در کنار همدیگه هستیم، بودیم حدودا نیم ساعت. عددهامون رو دوباره میخونم: 39 25 42 3 40 37 و 6 لاکی نامبرمون بود. امیدوارم خیلیاتون لاکی نامبر رو داشته بوده باشید، چون لاکی نامبر کمک میکنه به شما که اون لولتون توی طبقه بندی، تو دسته بندی یه مرحله بره بالاتر و پول بیشتری ببرید. میبوسمتون، مرسی که به خاطر من و وینگو بینگو شرکت میکنید. منتظر قسمت بعدیمون باشید. برنامه بعدی هم هفته بعدی جمعه همین ساعت 8. میبوسمتون. بای.